سرخط مهمترین خبرها: گرفتن شناسنامه روسیه باز هم سخت‌تر شد. 3 پسر و نبیره رهبر حماس کشته شدند و شکایت مهاجر بازداشت شده مرا به جنگ اوکراین می‌فرستند. درود بینندگان عزیز، مولا رجب یوسفی هستم با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان در خدمت شما. امروز 11 اپریل سال 2024 است. دومای دولتی روسیه با قبول قانون یکراه گرفتن حق اقامت در روسیه را مشکل تر کرد. تا این وقت بعضی از مهاجران بعد ازدواج با زنان روسیه‌ای صاحب حق اقامت و به دنبال آن شهروندی روسیه را می گرفتند، اما بر اساس قانون نوی که دومای دولتی قبول کرد، اکنون شهروندان خارجی تنها بعد 2 سال ازدواج با شهروندی روسیه صاحب حق اقامت یا RVP در آن کشور می شوند. مؤلفان قانون گفتند این کار با هدف پیشگیری از ازدواج‌های قلبکی است. میان تاجیکستان و روسیه نظام 2 شهروندی عمل می‌کند و سالانه صدها تاجیکستانی همزمان شناسنامه روسی را می‌گیرند. دور سوم مذاکرات تاجیکستان و اتحاد اروپا بر سر سازشنامه نوی شریکی و همکاری به انجام رسید. گفتگوها روز 8 اپریل در شهر دوشنبه برگزار شده است. بخش امور خارجه اتحاد اروپا در خبرنامه نوشت این گفتگوها مرحله مهم در روابط اتحاد اروپا با تاجیکستان در بخش‌های سیاسی، تجارت، ولایت قانون و حقوق انسان است. در خبرنامه سازمان بدون آوردن نتیجه مشخص تنها آمده است که در این دوره گفتگوها پیشروی کلان به دست آمد. سازشنامه نوی شریکی و همکاری میان اتحاد اروپا و تاجیکستان سند را عوض می‌کند که از سال 2010 میان جانب‌ها عمل می‌کند. آمده است در خبرنامه. جزئیات این سند فعلا معلوم نیست. دوشنبه سالهای اخیر تلاش دارد به تجارت امتیازناک با اتحاد اروپا دسترسی پیدا کند. در بریوسل از تاجیکستان می‌خواهند به تعهدات خود در امر رعایت حقوق انسان پایبند باشد. بعضی رسانه‌های عربی از جمله الجزیره گزارش دادند که 3 پسر و 2 نبیره اسماعیل هنیه رهبر گروه فلسطینی حماس در حمله نیروهای اسرائیل کشته شدند. ارتش اسرائیل گفت امیر هنیه یک از فرماندهان شاخه نظامی حماس بود. 2 برادر او محمد و حزام هنیه نیز به گفته ارتش اسرائیل فرماندهان شاخه نظامی بودند. خود اسماعیل هنیه فرزندان کشته شده اش را شهید نامید و گفت خون فرزندان او بهتر از خون دیگر مردم فلسطین نیست. هنیه در صحبت با تلویزیون الجزیره گفته است کشته شدن نزدیکان رهبران حماس باعث نمی شود که این گروه از نقشه هایش عقب نشینی کند یا موقعش را در گفتگوهای آتشبس با اسرائیل تغییر دهد. اسماعیل هنیه 62 ساله صاحب 13 فرزند است. خودی او اساساً در قطر می ایستد. 3 فرزند رهبر حماس در حال کشته می شوند که اخیراً گفتگوهای این گروه با اسرائیل بر سر آتشبس بدون نتیجه به انجام رسید. 6 ماه است که جنگ در نوار غزه میان اسرائیل و گروه حماس ادامه دارد. این جنگ بعد حمله نیروهای حماس به اسرائیل سر زد. یک مهاجر بازداشت شده از قرقیزستان شکایت دارد که مقامات روسیه می‌خواهند او را به جنگ اوکراین فرستند. مادر نور محمد توکوبایو 20 ساله به بخش قرقیزی رادیوی آزادی گفته است که پسرش میگوید او را بعد بازداشت می‌خواهند به جنگ ضد اوکراین برند. اما وزارت امور خارجه قرقیزستان با پخش اظهارات گفت که خبر اجباراً سفربر شدن شهروند قرقیزستان به جنگ ضد اوکراین تصدیق خود را نیافت. این جوان قرقیزستانی در روسیه با گمان فروش مواد مخدر دستگیر شده است. به جنگ ضد اوکراین فرستادن بازداشت شده ها یا محبوسان در روسیه سالهای گذشته زیاد اتفاق افتاده است. همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست. تازه ترین اخبار، گزارش های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی. زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همه این را با انگشت زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید. عبادالله مشربوف هنرپیشه خلقی تاجیکستان به نوار برخوردش با رقاصه ها واکنش کرد. اخیراً نوار به شبکه‌های اجتماعی راه یافت که در آن نفر گروه دخترانی در صحنه ایستاده را برای دیر کردن به تمرین شدیداً سرزنش و از کلمات تند و درشت استفاده می‌کند. بعداً معلوم شد که این بحث در جریان آمادگی به کنسرت شام دوستی رخ داده. مردی که نسبت دختران از الفاظ درشت استفاده می‌کند عبادالله مشربوف است. خود هنرمند در صحبت با خبرگزاری از پلوس گفته است سبب تند برخورد کردنش دیر کردن چند نفر رقاصه ها بوده است. مشربوف همچنین گفته است که یگان گپ بی‌ضرب نگفتم و باید سختگیر باشم.
پخش شدن این نوار واکنش‌هایتان را در شبکه‌های اجتماعی به میان آورد و بسیار کاربران نوشتند که هنرمند نباید اینقدر دغل گفتار باشد. مسئولین انسامبل‌های رقصی گفتند نسبت رفتار عبادالله مشربوف یگان شکایت ندارند. حکومت شویتسر میانه‌های ماه ایون امسال با هدف جستجوی راه‌های قطع درگیری‌ها در اوکراین کنفرانس بین‌المللی برگزار می‌کند. برگزاری این کنفرانس را بدون اشتراک روسیه پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی درخواست کرده است. مقامات شویتسر هنوز در ماه ژانویه امسال گفته بودند که آماده هستند مسئولیت تشکیل کنفرانس را بر ذمه گیرند. زمان و مکان برگزاری همایش روز چهارشنبه اعلان شد. به اطلاع نشریه بلیک کنفرانس روزهای 15 و 16 ایون امسال در استراحتگاه بیورگنشتاک در نزدیکی شهر لوتسرن برگزار خواهد شد. در اظهارات حکومت شویتسر آماده است که کنفرانس باید بر روند صلح آغاز بخشیده همچون پلتفرم برای مکالمه‌های سطح عالی درباره جستجوی راه‌های دستیابی به صلح در اوکراین خدمت کند. همچنین نقشه اشتراک روسیه در روند صلح در اوکراین باید دقیق کارکرد شود. مسکو بارها گفته است که اگر به گفتگوهای شویتسر دعوت هم شود اشتراک نخواهد کرد، زیرا به گفته وزارت امور خارجه روسیه شویتسر به تحریم‌های ضد روسیه همراه شده است. کمک بشردوستانه قرقیزستان به ولایت اتیرا و قزاقستان رسیده است. به دلیل آبخیزی در این منطقه قزاقستان وضع فوق‌العاده اعلام کردند. ستاد فوری در ولایت اتیرا خبر دادند که 4 ماشین بارکش حامل کمک‌های قرقیزستان را روز چهارشنبه قبول کردند. حجم کمک‌ها 80 تن را تشکیل می‌دهد. کمک‌ها را معاون وزیر حالت‌های فوق‌العاده قرقیزستان اورماتبک شامیرکنوف به قزاقستان برده است. در ولایت اتیرا و قزاقستان 7 اپریل به دلیل آبخیزی وضع فوق‌العاده اعلان شد. ده‌ها هزار ساکن ناحیه را به جاهای بی‌خوف کوچانیدند. بخش یک روز تاریخ را همکارم خیرامان بقازاده تقدیمتان می‌کند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 11 اپریل را فرا می‌گیرد. اپریل سال 2011 تاجیکستان و سازمان امنیت و همکاری اروپا یادداشت تفاهم در زمینه اصلاحات میلیسه تاجیک را امضا کردند. بر اساس این سند قرار بود دورنما اصلاحات در وزارت کارهای داخلی تاجیکستان طرح‌ریزی شده آن را از نیروی سرکوبگر به حامی حقوق و امنیت شهروندان تبدیل دهد و کار اساسی آن را به پیشگیری از جنایتکاری و هم آشکارکنی جنایت‌ها روانه کند. ولی این برنامه که با میلیون‌ها دلار دونورها عملی میگشت تا آخر اجرا نشد و با گذشت وقت دوشنبه هم مناسبت‌هایش را با سازمان ناظری انتخابات‌ها محدود کرد. 11 اپریل سال 2011 بعد 1.5 ماه گروگانگیری طبیبی تاجیکی از دست قبیله در کشور یمن آزاد شد. طبیبی تاجیک حامدجان اوچیبایف بر اساس قرارداد در یک بیمارخانه محلی این کشور عربی کار میکرد. او را بعد گفت و شنید میان دولت یمن و گروگانگیرها آزاد کردند. دولت یمن سالهای استقلالیت مکان کار و درآمد ده‌ها طبیبان و کارمندان تیپ از تاجیکستان شده است. پس از طبیبی دیگر گلرخسار رافی و نیز مدت اسیر یمنی ها بود و با فشار سازمان های بین الملل رها شد. 11 اپریل سال 1955 زادروز مغفرت همراقولова آوازخوان دسته موسیقی گلشن است. و در 18 سالگیش همچون سراینده نام برآورده تا درجه هنرپیشه شایسته تاجیکستان رسید و با ترانه‌های زیادی معروف شد. در سالهای جنگ داخلی تاجیکستان به امریکا کوچید ولی همانا سرودهایش دل منی، شب عاشقان، گلهای دوشنبه و دیگرها در شمول محبوب ترین ترانه‌های سالهای 1980 یاد می‌شوند. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 رول به 117-118 سومانی برابر است. $100 آمریکایی باشد 1088 سومانی ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، این آخرین بخش در برنامه نویدی بامدادی بود. خبر و ویدیوهای از این بیشتر را می توانید در سامانه رادیوی آزادی با نشان azadi.org و صحیفه‌های ما در شبکه‌های اجتماعی پیدا کنید. تا فردا، خدا نگهدارتان.